امروز مردم ها برو که الله را میشناسه یا نه؟ به الله زیاد آواز میده یا به قبرها؟ به کدامش؟ تعظیم الله خیلی زیاد است یا از قبرها خیلی زیاد است؟ تو دریارا را پرسان کو که از کی زیاد میترسه؟ مردم ازای کو دخترک که میره بچه که میره در زیارت عاجزی اینطور دستکای خود گرفته قسم برش بده در عمرت امی تو عاجزی را در نماز برای الله کرده نه الله را بطر برای نماز چی است؟ الله رحم بکنه این سخت تنبیه هست هوشدار است هوشدار دوم ترجمه ان الذين آمنوا والذين یقینا کسانی که دعوای ایمان داره به زبان حقیقت ایمان در دلشان نیست منافق است والذین هادوا کسانی که خود یهود مشمار لاف میزنه که جنت از ماست والصابئون کسانی که ستاره پرستا یا زبور پرستا میگن که زبور کتاب ماست یا به دین ابراهیم علیه السلام است والنصارى نصارى من آمن بالله الله دشمنی ذاتی قطع شما نداره اعتبار پیش الله متعال نه منطق است نه لهجه نه رنگ نه نام اعتبار پیش الله صفت است کدام صفت است؟ ایمان تقوا پیش هم گفته بود حالی هم میگه آینده هم میگه ایمان و عمل صالح که مجموعه ایمان و تقوا برش گفته میشه شما اینطور نگوی که ما مسلمان ها را ذاتاً خوش داریم نه مسلمان ها را به این خاطر که کدام صفتی که خوشی الله او را برقرار ساخته ایمانی از دل آورده عمل صالح انجام میده از او خاطر افتخار برش حاصل است شما حاصل کنی وی شما حاصل کنی الله خود دروازه را سر شما بسته نکرده هر کس الله اجازه داده کی را من آمن بالله کسی که ایمان میره از شما به الله متعال و الیوم الاخر به روز آخرت امور عقیده ای که قرآن تشریح کرده و عمل صالحا عمل صالح انجام میده فلا خوف علیهم این طور مردم خوف و ترس بالایشان نیست چرا آن چیزی که الله مطالبه کرده او را در سر رسانده ولا هم یحزنون غمگین هم نیسته که چرا ما افتخارات از دست دادیم افتخارم از دست ندادم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقینا ما گرفته بودیم وعده محکم از بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا روان کرده بودیم برایشان پیغمبران علیهم السلام وعده محکم هم گرفته بودیم آیا اقامت کتب یا کردن حقی کتابا را ادا کردن یقینی کدام چیزی را که الله متعال مطالبه کرده بود یا این جواب سوالی از یاست یا چی گفتن دعوا کردن که ما ایمان و عمل صالح را انجام دادیم چرا خیر چیست ما مورد برکات الله قرار نمیگیریم الله جواب میده دروغ چرا میگی دروغ گویا ما گرفته بودیم میثاق بنی اسرائیل وعده محکم از بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا روان کرده بودیم برایشان پیغمبران پی در پی خب در موقع مناسب اینطور نیست که یا ناشنا یا جاهل از مسائل می بودن نه پیغمبران روان کردیم خلی کنی مردم کلما جاهم هرگاه که می آمد برشان رسول پیغمبر با کدام شریعت به ما به او قوانین به او شریعت به او مسائل لا تهوا که خوش نداشت انفسهم نفسایشان فریقا کذبوا یک جماعتی پیغمبرا را نسبت دروغ کردن بره شما گپای دروغ بر ما ورده این گپا نیست در شریعت و فریقا یقتلون جماعت دیگر خود قتل کردن چطور شما اقامت تورات کردید دروغ چرا میگی پیغمبرا را یکیش نمونده قتل کرده اگر دستتان نرسید تکذیب کرده قرآن کریم در اینجا بیان نکنه پیغمبر که همیشه شریعت کی میاره مخالفی خواسته کی میباشه مردم چرا دین مردم عبارت از خواهشات کیست نفسانی خواهشات نفسانی نیست کی خوش نداره نه آجی نه ریش سفید نه وکیل و نه ملاسب نه معزن هر پنجشنبه دو پیازه در وقت چای بزنه میوام در بالایش 1000 افغانی در بالایش ختم روا بگوی یا ناروا بگوی آلی اگر تو ملا صاحب آمدی گفتی که ختم نارواست یک دم در مقابل احتجاج میکنه نه بگذارته چرا خلاف خواهش نفسانی ازی تو چی کردی؟ بیان کردی نمیپذیرم ختم میشه خب میگه که دیگه وقتا خب بیا زود میاثر نمیشه یک پنجشنبه برام میاثر بشه الله تبا کنه گفتی متوکل خوب در بدر کده ما را گفت تا کی آمده یک ختم گفته این خریه نمیشه ما ایران موندیم یک ختم خوب
پیغمبران علیهم السلام همیشه خلاف خواهش نفسانی میاد، مردم از او خاطر نمیپذیرن. کدام عالم در جامعه جای نداره؟ بگوی ها؟ کدام عالمی که حق میگه جای نداره؟ اگر با مردم توافق کردی، هماهنگی کردی، بس دیگه جای داری. بالکل چند سال امامت میتونی در یک مسجد تا که نمرده، که خودت بمیری بچه دی چیزم یاد نداره، امور هم در جای چی میکنه؟ آخوندزاده صاحب گفته بودم میمانشه، تعظیمش میشه. نه ای نمیکنه تا خو خلاف مردم، خواهش مردم چیست دی زمان؟ ریا، کشوفش، سمعت، افتخارات، اینی نامشه بگیری که فلان یاجیسه، اینی گپا را یاد داره. اینی کارا را که کردی باز تو را خوش داره، خب ملاستی، اگر نکردی بس دیگه نمانشه. تو والی مردم هم میگه آجی صاحب بگو که آجی صاحب در حج که میری کس از پیشت خبر نشه، خو که پس آمدیم هیچ چیزا به مردم نده. اگر کدام ما بی زمزم آوردی این ثابت است در سنت، به خاطر که به هر کس میاثر نمیشه و تو تکلیف نمیشی، یک بشکه که خورده بیار اینجا یک بیلر او پرتو همون برکت برش حاصل است دیگه. همین کارا بکن. حالی دیگه چی میگه؟ نه چرا خواهش نفسش چیست دیگه؟ میفهمی که دیگه کالای سفیدک پوشیده باشه، اینجا نشسته باشه، هر کس میاد کلگی دستایش بوسک کده آجی صاحب بوسک کده، خلاص اینی کارا را خوش داره، تسلیم نمیشه. یادتان باشه که کدام چیز خلاف خواهش از یا بود، قرآن کریم مذمت یهود بیان میکنه که پیغمبران براتان آمد، خو هرگاه با او شریعتی می آمد که خلاف طبیعت شما، خلاف خواهش نفسانی شما بود، شما یا تکذیب کردی یا قتل کردی. امروز با دعوتگرای حق امی معامله نمیشه، یا قتل میشن یا فرار کی؟ بگوی وطن، یا فرار چی میشن؟ جایی پای برشان نیست. امامت میتونه؟ یک روز هم امامت نمیتونه. چرا؟ خلاف خواسته مردم بیان میکنه، خلاف خواسته مردم. خواسته مردم ولی چیست؟ راست تا نبگه. خواسته مردم عوامی ما، اویی که حقیقت دین فهمیده ورانه. الحمدلله در مسجد ما برای ما گفته میشه که مولوی صاحب قولی صاحب بگه که کمی تسبیحات کمی دراز شود، ولی دعا را ما تا آخر رسانده نمیتونیم اگر این کمی دراز بکنه. چرا؟ دید حقیقت دین فهمیده. عوامی ما چی بگه؟ شاباس مولا صاحب بیشک والا نمبر بردی، مولای فلانی مسجد 15 دقیقه خلاص کرده، تو 12 دقیقه 3 دقیقه پیش شدی، بیشک والا بیشک افتخار میکنه، او را شاباس آفرین هم میگه. خواهش مردم است، خواهش مردم هم یالی چیست؟ نماز خفتن ده 8 بجه خونده شد، خواهش مردم است یا نه؟ مولا صاحب هم قطعش قبول داره. تو یا برو خیر برش بگو که نه وقت داخل نمیشه، ما 15 کم نمیخوانم. مردم میگه چی طور کنیم؟ چشمک ملک و چی؟ ردش کنیم. سبا که مولا صاحب آمد، مولا صاحب خیرت است، ولی مردم خیلی خفه است، اینا نامد مسجد، خیرت است. تو تیمه بدل نکردی ولی گپ خلاص شده دی. خور تیمه بدل نکردم میکشن مرا، تصمیم گرفته جور بیشیانی چیش میباشه شیطانک کش. این میگه خیر بدل میکنی بیچاره، خلاص امروز ما کم شد سبا پس مطابق از او دین کجا شد؟ خراب شد. یک تا پیدا میشه که میگه میکشی مرا اینا میمانی اینا، اینی دین است، اینی قسم کار میکنه. بس او بیچاره باز دیگه وقت نداره، دمی شب برش میگه که کوچکی تدیر که خود از خانه مسجد برای خود خانه پیدا کن که بیشینیم با لاف میزنیم که ما مسلمانی واقعی هستیم. و یهود و نصارا را آنقدر بد میبینیم که پرسان نکن. اگر عملی الله کدام دشمنی ذاتی با یهود و نصارا داره؟ داره. چرا بالا گفتین الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والنصارى من آمن بالله. الله دشمنی ذاتی یا دوستی ذاتی با کسی نداره. معیار دوستی و دشمنی الله فقط و فقط ایمان صحیح و عمل چیست؟ صالح است. اگر تو اعمال یهود انجام بدی تو پیش الله مبغوض ملعون هستی. چرا همین کار انجام داده میشه؟ یک و حسب الله تکون فتنه، گمان کردن امی یهود الله تکون فتنه که نمی باشه امی تکذیب انبیاء علیهم السلام یا قتل انبیاء علیهم السلام، فتنه موجب عذاب سبب عذاب نباشه. فعمو پس یا از راه حق کور شدن و صمو از شنیدن گپای حق کر شدن. چرا کر شدن و کور شدن؟ میگم باجتان. ثم تاب الله علیهم، باز الله سرش رجوع رحمت کرد.
یعنی توبهشان الله قبول کرد. ثم عمو باز یا کور شدن از دیدن راه حق و صمو کر شدن از شنیدن راه حق. کثیر منهم بسیاری از یا والله بصیر بما یعملون الله خوب بیناست با آن چیزی که عمل میکنه. در زمان موسی علیه السلام یا در تکذیب پیغمبران شروع کرد به قتلش. چرا؟ عقیده از یا یکی بود که ما مردمای بخشیده شده است او بلکه جنت در تکیه ماست. هیچ کدام عملی که ما انجام میدیم دی مؤاخذه نمیشیم. بخشیده نصارا امیالی همی گپ داره، همی عقیده شان است که عیسی علیه السلام قربانی را به خاطر چی داده؟ اعمال بد ما که هر قدر عملی بد بکنیم پیش از پیش قربانیش کی داده؟ بگه عیسی علیه السلام داده. یهود ابی طور بگفتن و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا و نصارا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. اما گساله پرستا یک چند روزک عذاب میشه دیگری نیست. یک دوم یا میگفتن دعوای غلط داشتن که در کتاب ما و در شریعت ماست که هر کس مخالف ما آمد او قابل قتل است، مالش چور، هیچ حیثیت پیش ما نداره. یهود تا امروز این می فکر در کلی خود میپرورند. میگه مردم دنیا دیگه نیستن، این کلش غلامی ماست. اصل انسانیت گفت انسان ها ماستیم. تا میالی این می فکر در ذهنشان است. قرآن کریم از یاد میکنه انسان وقتی خود بالا بتراشه تسلیم به شنیدن گپ حق نمیشه، تسلیم به دیدن راه حق نمیشه. چرا؟ خود از همه چیز کرده بالا تراشیدن. الله تعالی از خاطر میگه فکر میکردن که ما عذاب نمیبینیم. چرا؟ برای ما اجازه است که مخالف فریقی خود از مذهب خود بالکل از بین ببریم. امروز امی تصور در پیش مردم ماست. مولا صاحب در سری منبر بالا میشه میگه ای مردم این فرقه نوی که برآمده خبر داری از یهود و نصارا کده بد است، جهاد است، جهاد است، جهاد است، هر کسی ها را بکشه خونش در گردن من. چیخ میزنه نمیزنه؟ خونش در گردن من چی مانه؟ خبر داری؟ خود آن در اون مستوا قرار داره که به قتل از یا برای ما حتی ملامتی مواجه نمیشه که ملامتی مواجه شه. کلام وقتی برش میگی بیا قرآن بشنویم، نه 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 با قرآن چیسته شنیدن قطعا چی نداره، داد از دین میزنه. خب وقتی که قرآن شروع میشه گریز میکنه. ما در این مسجد نه، در بسیاری مساجد دیگه پاره ما دیدیم، در این مسجد هم هست اینطور کسایی هست که دیگه وقتا 24 ساعت در مسجد است، خود ترجمه قرآن که شروع شد میگریزه نمیشه، خود بالا میتراشه. خب و اینطور فکر میکنه ما نیاز به ترجمه قرآن نداریم، به حدیث نداریم، ما کلان مردم هستیم. امروز همین طایفه ها فعلا در این منطقه وجود داره، در جای وجود داره. خود بالا میتراشن میگه ما نیاز نداریم. چی میگن براتون؟ میگه الله الحرام هم میشناسیم، ما دیگه پشت دیگه گپا نمیگردیم خلاص. اما دینی بابا و اجداد خدا ما کم میگیریم خلاص. الله متعال ملامت میکنه، سرزنش میکنه یهودا. چرا؟ و حسب الله تکونه گمان کردن که نمی باشه تکذیب پیغمبرها، قتل انبیا علیهم السلام فتنتون موجب عذاب، فعمو یا کور شدن از دیدن راه حق و صمو کر شدن از شنیدن گپ حق. ثم تاب الله علیهم باز الله رجوع رحمت کرد بالایشان. اینا دو زمان خمو تر شدن. موسی علیه السلام آمد، بعد از او که عیسی علیه السلام آمد گپا را گوش نگرفتن. عیسی علیه السلام اون عزم خود دار کشیدن. خب پس از او الله سرشان رجوع رحمت کرد. چرا؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم با شریعت جدید آمد. چقدر مناسب بود که تعامل میکردن و هم رکاب پیغمبر در افتخارات میشدن، در کمایی افتخارات. اما بازم ثم عمو بعد از اون کور شدن حقیقتای راه حقی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جماعت قلیله بس چشم سر مشاهده میکرد که چی کمالات بر ریاضی حاصل میشه. نه 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 یا کور شدن از دیدن نمی حقایقی واقعی که به امرای پیغمبر بود، در کامیابی، در فتح، در همه گپا، در اخلاق، در زندگی، در سیاست، در نظم، در تمامش. و صم کر شدن از شنیدن سخنان حق، حاضر نبودن که تلاوت قرآن از دهان مبارک پیغمبر بشنو. کثیر منهم قرآن چقدر کتاب با انصاف است. چرا که یک تا موجود توی مثل عبدالله ابن سلام رضی الله عنه بسیاری از یا والله بصیر بما یعملون. کسانی طور فکر نکنه که یک آدم مسلسل دشمن قرآن و حدیث است، حتی حاضر نیست که بشنوه.
و کارهای غلطی خود ادامه میده، تبلیغات میکنه و گپا را شایع میکنه. این مردم ها باید اینطور فکر نکنه که یک چند روز الله براش مهلت داده البته بگه الله از عملشان آگاه نیست. دشمنای ما که امی تبلیغات شایع کرده رو ایست مردم از ترجمه قرآن منع میکنه، یا اینطور فکر نکنه که الله یارو نمیبینه. خب الله حلیم ذات است. الله زود انتقام به خاطر نمیگیره که تو باشه این بنده مگرم یک کمی به هوش بیا، به فکر شو، این مستیش مکم بشینه، از تکبر خود یک کمی پایین بیا، یک کمی بفهمه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. آلی امی کوری و کری چی قسم مقصد داره؟ اینا لقد كفر الذين یقینا کافر شدو کسانی که قالوا گفتن فرقی ملکانیه و یعقوبی از یاس ان الله یقینا الله متعال، یعنی ذاتی که قابل عبادت است، تصرف داره، اینا حق عبادت و پرستش داره، تصرف و تغییرات آورده میتونه. هو المسیح ابن مریم، اینمی مسیح است که بچه مریم است. اینی در عقیده حلول میگه کدام ذاتی که تصرفات در عالم کرده میتونه و کدام ذاتی که حق عبادت داره که ما عبادت چه بکنیم. کیست؟ عیسی علیه السلام است. نمیگه عیسی علیه السلام الله است، میگه نه الله کیست؟ میگه عیسی علیه السلام است. معنیش میفهمی الله حلول کرده، پایین شده. وجود عیسی علیه السلام کیست؟ الله. سخنش از الله، گفتارش از الله. چرا؟ ما میبینیم که عجیب تصرفاتی میکنه، کوری مادرزاده دست کش میکنه، به اذن الله چی میشه؟ جور میشه. شکل پرنده را جور میکنه از گل، باز بعد از او به اذن الله اعلام میکنه پرنده صحیح جور میشه، خلاص. این تصرفات دید الله متعال رد میکنه سری از یا. و قال المسیح یا بنی اسرائیل، چقدر بدبخت مردم هستن که خودی پیغمبرشان چی اعلان کرده یا چی میگه. گفت مسیح عیسی علیه السلام ای بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام اعبد الله، عبادت یک الله را بکنه. چرا؟ ربی متصرف ما، مالکی ما، مدبری ما، تربیت کننده ما، و ربکم تربیت کننده، مالک متصرف شما هم است. امو ذاتی که ما را پرورش کرده، پرورش داده، تربیت کرده، تغییرات دما آورده میتون، مراحل سر ما طی کرده، امو ذات قابل پرستش است و امو ذات یک ذات است. ربی من است از شما. شما را با پدر و مادر پیدا کرده، من را بی پدر پیدا کرده، متصرف امو یک ذات است. بعد از قانون عمومی الله را عیسی علیه السلام برای قوم خود اعلان میکنه. مردم بشنوید، اینه قانون الله است. اینی اعلان است، اعلان قانون الله است. کدام قانون؟ قانون عمومی. انه من یشرک، انه یقینا قانون الله، فیصله الله است. من یشرک، کسی که شرک میکنه، بچه پیغمبر است، بچه بیبی است، بچه هر کس که است، سعید است، مگوی ملا است، آخوند است، هر کسی که است. من یشرک، کسی که شرک میکنه، بالله بامرای الله متعال، در ربوبیت، در الوهیت، در اسماء و صفات، فقد حرم الله علیه الجنه، الله من ساخته بالایش که در جنت داخل شود، حرام ساخته. قانون عیسی علیه السلام خود اعلان میکنه. قوم میگه که میشنویانه شما شرک مرتکب شده، با این عقیده تا نخواد شما روی جنت ببینه. عجیب است. امروز عالم ما، سیدی ما، پیری ما چرا می اعلان با مریدای خود نمیکنه؟ استاد شما بگویا من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، جنت ازش حرام کرده، و مأواه النار، جای باشش آتش است، و مال الظالمین من انصار، نیست برای مشرکا هیچ امداد کننده. مشرک سفارشش هم نمیشه، تخفیف عذابش هم نمیشه، غیری که یک نفر مستثنا ابو طالب که هم یک کمی تخفیف میشه. یک عالمی دیگه خب مشهور ترجمه میکنه در کابل جان، اون روز ترجمه را از کسی شنیدم، میگه اینطور گفتم، من گفتم نخواد گفته باشه. وقتی که شنیدیم ترجمهش میگه کفارم به اعمال نیکش تخفیف در عذابشان آورده میشه. من گفتم این قدر نصوصی قرآن این میخونه، دوره خور ترجمه قرآن هم میکنه، چرا اینگه پارا میزنه؟ الله اکبر. تخفیف عذاب به طریق استثناء به تنها و تنها به کی ثابت است؟ ابو طالب احادیث صحیح آمده، خیر و خلاص. به دیگه مشرک و کافر ثابت نیست. و قدمنا الی ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. خب اینجا ظالمین مشرک است، قرآن میگه نفی میکنه و مال الظالمین نیست برای مشرکا، اعلا لنبر ظلم مشرک است.
من انصار، کسی که عربیت خوانده باشه بعد از نفی من بیا من ایره استغراقی میگه. استغراقی یک فرد انصار امداد کننده برایش هیچ کسی نیست، نه عملش، نه شخص، نه کاکا، نه ماما، هیچ چیزان برش انصار امداد کننده نیست. مشترک برش در مسلم شریف که حدیثا را خواندیم، الله متعال کسایی که اذن شفاعت برش کرده چی را میگفت که بکشه؟ من کان فی چیست قلبی حبت خردل من الایمان، که به اندازه خردل، اسپند یا گال ایمان موجود است در قلبش، عقیده توحید، او نمور شما چی کنه؟ بگه بکشیش. تا که عقیده توحید نداشته باشی دیگه خلاص هستی، نمیشه. عقیده توحید چقدر اهمیت داره این علی. شرک چقدر بد است. من که میگم که شب بروزه، شب بروز زحمت بکشید سریمی ملت خود، سریمی اقارب خود، سریمی دوست و عزیزی خود، که تا عقیده از یا یک دفعه الله را بشناسه، الله را، صفات الله را بشناسه، از شرک نجات پیدا بکنه. خیر است. تیر از رفع الیدینش، از آمین بالجهرش، از دست سینه بسته کردنش هیچ نکنه، هیچ نکنه. عقیده درست شود. این مهم گپ است. قرآن خود اعلان میکنه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقینا کافر شده او طایفه‌ای که میگویند الله سومی سی الله است. نعوذ بالله. این نستوریه، فرقه نستوریه از جا میگفت. کولی ریدنس، آلی همی فرقه به نام کولی ریدنس یاد میشه. میگه الله سومی ثلاثه است. بازی سومی ثلاثه را این خبیثا از دستی که بند نمانه، چرا که در کتاب انجیل خودشانم آیاتی توحید است، یگانگی، بازی عجیب تعبیرات میکنه. میگه نه ما که سوم میگیم مانا یکی هست، خولی که مثل هفته واره، یکی قرصی هفته است، یکی شولی هفته است، یکی حرارت هفته است. میگه یکی ذات الله است، یکی حرارت الله است، یکی هم چی؟ روشنی الله است. اینی طور میگه مریم و عیسی علیه السلام برای الله اینطوری شده. باز چی میگه؟ اقنومی ثلاثه است، عنصری سیگانه است. عجیب تعبیرات بند مانده. خب باز تعبیرات متنوع میکنه. در اینمی عقیده مردم های دیگه هم همینطور چیست مبتلا شدن که نعوذ بالله. گاهی میگه خب ما خو نمیگیم که ولی الله عینی الله است، ما خو میگیم که ولی الله عینی الله نیست، لیکن الله برش بخشش کرده. چی را بخشش کرده؟ بگه الوهیت خدا برش بخشیده. اولی الله اجازه کرده که گناهگار را پیش الله پیش کنه. الله دیگه قانونی خدا در مقابل از اون میده کردن نمیتونه. الله عاجز شد یعنی که الله کامل شد. الله عاجز شد، قانونی خدا پیش کرده نمیتونه. او مردکه نکو. الله اسوامد است، کل مخلوق به الله عاجزی میکنه. و ما من اله الا اله واحد، نیست معبودی بر حق قابل پرستش و بندگی الا اله واحد، مگر یک الله.